السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، شنون که میبینه ما با همراه اشون کوری محمد اکمو. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله نیابانتان باشه. بسیاری محلا میشه که خدم در کارخانه نیستم، یعنی مسئولیتی در دست محکمه. الله نیابانتان باشه. هم محکمونه هم استادمو بسیاریات میون بنا پیدا نمیکنین. این برادرمون در خدمت. الله نیابانتان باشه. یعنی اوید برقه شرعیه، اوید حجامه، اوید دیگه و دیگه دارو، یعنی مسئولیتی هن. مثلا بسیار وقت میشه که مزه خدم میگریزه، یعنی این برادرمون در خدمته. الله نیابانتان باشه که اومدین. ان شاء الله چیزی که دستشون خدمت که اومد به خواست الله به قدر استطاعت خدمت میکنه. ان شاء الله ان شاء الله. چه گفتین داشته باشین خوری. بله، الله ذوالجلال هر یک که شما را نگهبان باشد. خداوند عزوجل بی درد و بی غم تو کند. شغلی که قاری صاحب گفت شفا از جانب الله ذوالجلال است. خداوند که ما را سبب سازه. ان شاء الله ما در خدمت هستیم. هر چی که از دست میگه الله نگهبانتون باشه. خب دوستان عزیز، نگفتنمونه که برای حجامه سن پترزبورگ بسیاری می نویسند، هم مسکو هم مترو لوبلینا رقم ها در روی اکران هستند. میتونین که ان شاء الله مراجعه کنین. برادرها در خدمت هستند. بله، یعنی شفا از جانب الله و تنها، یعنی پیش اون که پیش اون قوریو که داملو که خواندنی میرین، پیش از همه مهمش یعنی در که نماز بخونید از الله تعالی به شفا کنین و بعدا سفر به سوی همون قوریو که همون داملوی ایشون ان شاء الله مراجعه کنین و اونها سبب میشوند و الله شفا دهنده. الله نیابانتون باشه. فی امان الله. السلام علیکم.